مورد سوم از دروغ‌های قرآن که مؤمنین میان میگن این از معجزات قرآنه، در واقع اون رو ربطش میدن به معجزات دروغین، در صورتی که هیچ معجزه‌ای در کار نیست. اعجاز علمی قرآن هیچ ربطی نداره. این اصلا در واقع یکی از دروغ‌های قرآن هست. بریم سراغ معجزه‌ای که مسلمان‌ها روش خیلی تاکید دارن. آیه 25 از سوره حدید: آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است. مسلمان‌ها میگن که آهن منشأ زمینی نداره و الله 1400 سال پیش از این موضوع آگاهی داشته. این مورد به چند دلیل ارزش معجزه نداره. هیچ عنصری منشأ زمینی نداره و آهن هم هیچ فرقی با بقیه عناصر نداره. بخش مهم آهن در هسته زمین متمرکزه. 85 تا 90% از آهن درون هسته است. بنابراین آهن از ابتدای تشکیل زمین وجود داشته و بعداً نیومده. قرآن کتابی است پر از تناقض، هم تناقض با علم و هم تناقض با محتوای خود. بنابراین شواهدی وجود نداره که به ما ثابت کنه قرآن از سوی یک نیروی ماورایی به دست بشر رسیده. ارنست کلادنی، فیزیکدان آلمانی، در سال 1794 میلادی برای نخستین بار کشف کرد که آهن منشأ زمینی نداره و خارج از زمین به سیاره ما اومده. و در سال 1957 میلادی ویلیام فاولر، اختر فیزیکدان آمریکایی، به همراه گروهی از دانشمندان کشف میکنه که آهن در خارج از منظومه شمسی که در اثر انفجار ستاره‌های غول‌پیکر که 10 برابر خورشید جرم دارن ساخته شده و سپس به زمین رسیده. این کشف بزرگ باعث شد او در سال 1983 جایزه نوبل فیزیک را دریافت کنه. از طرفی در سال 1735 میلادی یوهان گملی، شیمیدان آلمانی، برای اولین بار وجود آهن در خون انسان را کشف کرد. سالها بعد در سال 1862 میلادی فیلیکس زایلر، پزشک و شیمیدان آلمانی، دریافت که آهن نقش اساسی در انتقال اکسیژن از ریه‌ها به سراسر بدن ایفا میکنه. به زبان ساده آهن مثل یک ماشین حمل اکسیژن در خون انسان عمل میکنه و در نتیجه تحقیقات مدرن نیز اهمیت آهن روز به روز آشکارتر شده. اما 1400 سال پیش، در عصری که هیچ انسانی از منشأ فرازمینی آهن اطلاعی نداشت، قرآن به این حقیقت علمی اشاره میکنه و در آیه 25 سوره حدید خدا میگه و آهن را فرو فرستادیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است. در این آیه انزلنا به معنای فرو فرستادیم است، نه به معنای خلق کردیم یا آفریدیم. و این نکته دقیقاً با یافته‌های علمی مدرن که آهن از آسمان و فضای کیهانی به زمین اومده هماهنگه. حقیقتی که دانش بشری تنها در قرن 18 تا 20 میلادی تونست اون را کشف کنه. و جالب این که اسم این سوره هم یعنی عدید به معنای آهنه و شگفت انگیزتر از همه این که اگر ارزش ابجدی کلمه عدید را حساب کنیم عدد 26 به دست میاد که این عدد دقیقاً همون عدد اتمی عنصر آهن در جدول تناوبی عناصره. اگر ارزش ابجدی تمام حروف العدید را حساب کنیم به عدد 57 میرسیم و از طرف این سوره 57مین سوره قرآنه که عدد 57 یکی از ایزوتوپ‌های پایدار آهنه. و اگر 29 که تعداد آیات این سوره است و عدد 57 که شماره این سوره است را پشت سر هم بنویسیم عدد 2957 به دست میاد که این عدد سومین انرژی یونیزاسیون آهن بر اسب کیلوژول بر مول است. و همه اینها یعنی 1400 سال پیش در کتابی بدون هیچ دانش انسانی یا فناوری علمی نام و عدد عنصر حیاتی که ستون فقرات اکوسیستم هاست با دقت علمی و ریاضی ذکر شده. آیا این میتونه تصادفی باشه؟ اما انگی اعجازگونه نام سوره، عدد ابجد، عدد اتمی و منشأ آسمانی آهن، اونم قرنها پیش از علم مدرن، چه پیامی میتونه داشته باشه؟ قضاوت با شما.